خواهرکان خانه روبم کو، 100 سال دراز خانه نارفته، کو دادرکان خانبانم کو، 100 سال دراز خانه به صاحب، کو مادرک صغیربانم کو، 100 سال دراز دیگ ناشسته، دیگ و طبقش بریگ ناشسته. پرستاری ما مادرمون بود. پدر بسیار بر وقت از دنیا رفت. من از روی نقل مادرم که من 6 ماه بودم پدرم از دنیا گذشتم. مادرم میگفتن که 7 یتیمی در قلبال به قبل مادرم هم که خورد یعنی اکنون تمام وزنینی و دشواری و همه عذابارا مادرم کشیدگی. ما در زیر بغل مادر همچون مادر ما را سیمرغ در زیر قنات‌های به قوتش تربیه کرد. تربیه ما چخیر بود که همین خاندان نمیدونم با تاثیری کی بود، با تاثیری چی بود. شاید مادرمون زنی بسیار جدی بودن، حد زیاد. من یکم بار خنده اونا را ندیدم، گپی بلندشون را ندیدم. زن بسیار نرم دیلم بودن. چخیلی بود که ما تماما تربیه ما از تربیه همون فرزندای همسایه فرق میکرد. ما با کسی کاردار نبودیم، ما با کسی خوش اخلاق بودیم. بین دیگر جنگ جدال خیلی نمیدونستیم. خانه ما یک محفل ادبی بود.